به نام خداوند قادر متعال و با درود و سلام به شما بینندگان عزیز. امیدوارم که حال شریفتون خوب باشد، کیفتون کوک باشد و زندگی بر وفق مراد باشد. همه شما عزیزان میدانید که در این روزها یاوه‌گویی‌های سید نقیب یا سید عیسی مزاری در مطبوعات خیلی مطرح است. این آقای مزاری یا همین آقای سید نقیب همه مردم نجیب دشت برچی را متهم به فحشا و منکرات کرده، خارج از دین معرفی کرده. گفته که در دشت برچی 960 فاحشه‌خانه وجود داشته و 300 تا کلیسای خانگی. 300 تا کلیسا الان شاید در شهر پاریس که از قدیمی ترین و مهمترین شهرهای اروپا است، شاید 300 تا کلیسا نباشد. به هر حال ببینیم که این آقای سید مزاری کی هست و چی می کند و چه عنوان را می تواند داشته باشد. ما معیارهای دینی را باید مطرح کنیم. ما در فرهنگ دینی یک عنوان اخلاقی رفتاری داریم به نام منافق یا منافقین. منافق یا منافقین کسانی هستند که پیش شما یک طور است، یعنی اشخاص دورو هستند. پیش شما دوست شماست، پشت سر شما دشمن شماست. قرآن کریم خطاب به پیامبر اسلام میگوید که آقا اذا جاءک المنافقون، وقتی که منافقان پیش تو آمدن، قالوا میگویند نشهد انک لرسول الله، ما شهادت میدیم که تو رسول خدا هستی. اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اما خدا شهادت میدهند که اینها دروغ میگویند. اینها هرگز به شما ایمان ندارند و پیش شما راست نمیگویند. و اذا قیل لهم تعالی، وقتی که به این منافقین بگیم که آقا دست از اون کارهای فساد و چی بردارید، بیایید در کنار پیامبر اسلام از این راه برویم، اینها چی میشه؟ و هم مستکبرون، اینها استکبار میکنن، برتری طلبن، میگن او ما با شما بیاییم، شما چی؟ شما نمیفهمید آقا، ما شما بهتریم، راه دیگه میریم. ببینید که دروغگویی، دورویی و استکبار جزء صفات روشن منافقان است. شما وقتی قرآن رو مطالعه کنید این صفات را میبینید که خداوند برای منافقان قرار داده و اونها رو با این صفات خطاب کرده. صفات استکبار، اینا برتری طلبن. بدزبانی، اینا بدزبان هستن، همیشه زبانشون دنبال فساد و فحشا و منکرات است. بخل، بخیلن. ترویج زشتی ها رو ترویج میکنن. مثلا اگر روزی بچه های شما در بامیان یک کنسرت برگزار کنن، کنسرت در کل دنیا رسم است و کار فرهنگی است، کار علمی است، کار هنری است، کار بسیار با ارزش است. اگر بچه های شما یک کنسرت دایر کنند و ساعتی رو با هم بشینند، شعری بخوانند و خوشحال باشند، این منافقان، این فاسدان، این کثیفان بلا فاصله زبانشون رو باز میکنن و ترویج زشتی میکنن. همون کار درست و هنری و فرهنگی را رنگ زشتی و پلیدی میدهن، میگوین که های بچه های شما فساد کرد، فحشا کرد، منکرات کرد، چی کرد، که بارها این موضوع رو دیده اید و شنیده اید. اینا منافقن این آدم ها. خب اینها حسد می‌ورزن، خوداگرن، دروغگو هستن، خیانتکار هستن، اینها ریاکار هستن، سوء ظن دارن و همه چیز با عینک بدبینی نگاه میکنن. مثل سید مزاری، مثل سید نقیب. سید نقیب به همه چیز با عینک بدبینی و زشتی نگاه میکند. خب عزیزان، من بارها به شما عرض کردم که دوستان، هزارها یا هزارها، وقتی هزاره میگم عده ناراحت میشن که تو چرا هزاره میگی، هزاره بگو. حالا چه فرق میکنه که پدر بگیم یا پدر بگیم؟ چه فرق میکنه؟ خب به هر حال آقا، من بارها عرض کردم که قومای عزیز، سادات در طول تاریخ همانند زالو
از زمانی که اینا پیدا شدن، از زمانی که اینها آمدن در جامعه ما، مثل زالو خون مردم هزاره رو مکیدن و بر علیه مردم هزاره کوشش کردن. این گدایان هندو که روزی با عنوان سید برهنه، اینا کارتون خواب بودن، ملنگ بودن آقا جان، گدا بودن، صحرایی بودن، کوهی بودن. اینا از همون غربت‌های هندوستان بودن که اومده بودن سید برهنه، سید پوسپور، سید قلندر، سید یخسوس، تمام این عناوین هندی و گدایان هندی است. اینا عناوین غربت‌های هندی است که در ایران به اینا میگن غربت. خب این گدایان هندو روزی که با عنوان سید برهنه و سید قلندر و سید پوسپوش و سید یخسوس و سید گدا و سید گدی آمدن در جامعه ما، بار زندگی خود را بر دوش مردم هزاره گذاشتن. این مردم روزی به عنوان جاسوسان صفوی در جامعه ما کار کردند، روزی به عنوان جاسوسان حکومت افغانستان و شاهنشاهی افغانستان، مخصوصا در زمان عبدالرحمن، بر علیه مردم ما سعایت و کوشش کردند. روزی اینها به عنوان جاسوسان ولایت فقیه در جامعه ما حضور داشتن و دارن و الان هم پرچمدار تروریسم طالبانی هستند. شب و روز کوشش میکنن در همین سخنرانی که جامعه هزاره و مردم دشت برچی رو متهم به فحشا و فساد و منکرات کرده، در همین سخنرانی میگوید که بریم در کنار طالبان تروریسم قرار بگیریم. همونهایی که وقتی یک وزیر، یک شخصیت اروپایی با یکی از اینا عکس میگیره، بعد توبه میکند که استغفر الله، من نفهمیدم که در کنار اینا وایستادم عکس گرفتم. ببینید چقدر اینها قاچاقچی هستن، آدم کش هستن، دزد هستن، ترار هستن، آدم ربا هستن، آقا جان قاتل هستن، تروریست هستن. دیگه چی میخوای؟ عنوانهایی بررنگتر از این که وجود نداره. این سید مزاری میگه شما هزارهای خاک بر سر در دشت برچی همش گرفتار فساد شدید، بیایید که برویم با طالبان یک جا شویم، اونجا اسلام کنیم. آقا چنان که میبینید بعد از حضور طالبان این جماعت با تمام وجود، تمام سیدا، یک کدوم دو کدومش نیست آقا، توی هزاره همیشه فریب این حرفای زشت میخوری که میگی های سیدا همش بد نیست. سیدا همش یک راه و روش خاصی داره. از من و تو به عنوان مزرعه کچالو استفاده میکنه. بله وقتی که میخواد کچالو رو بخوره آرام است، سر صدا نمیکنه. ولی اگر یک روز بهش کچالو ندادی، اون وقت بفهم که این سید خوب با تو چطور رفتار میکنه. یک روز دستش نبوس در یک جلسه، وقتی که سید اومد یا تو اومدی سلام علیک کردی دستش نبوس، تا اون وقت بفهمی که کدامش خوبه کدامش بده. ها امتحان نمیکنی دیگه. به همین دلیل است که مثل علف هر زیر پای هر کسی له شده. ای آقای عزیز، چنان که میبینید بعد از حضور طالبان این جماعت با تمام وجود از طالبان حمایت میکنن. سید مزاری، سید بلخابی، سید حسین بلخی، سید جاوید، سید کاظمی و امثال اینها، حتی شورای علمای شیعه که وابسته به اینها هستن، اینا پرچمداری طالبان هستن. مگر دیروز از افغانستان نرفتن گروهی از اینها در ایران در خانه مراجع عظام تقلید و بعد در عراق رفتن همه جا گفتن که به به حکومت طالبان یعنی حکومت پیامبر اسلام. همینا بودن دیگه. خب شب و روز اینها در پی اسلام اندود کردن قتل ها و جنایت ها هستند. وقتی که اونها اسلامی هستن، حکومت دینی برپا کردن، حکومت پیامبر اسلام را آوردن، پس وقتی که ما را میکشن یعنی ما به دست اسلام و پیامبر کشته شده ایم. این توجیه میشه. سید نقیب مزاری به مردم دشت برچی تهمت زده و هزاران نفر را قذف کرد. آقا جان ببین، وقتی که سید مزاری، سید نقیب یا سید عیسی میگوید که در دشت برچی 960 فاحشه‌خانه است بوده، 960 فاحشه‌خانه، هر فاحشه‌خانه‌ای که 3-4-5 نفر بوده دیگه، حتما از زن و مردی که اینجا بالاخره کار میکردن دیگه، فرض کنید. خب حالا هر فاحشه‌خانه رو شما بگو که مرکب از 5 نفره،
1000 را ضرب در 5 کنی حدود 5000 نفر را شما مستقیما متهم به زنا و لواط کرده اید، به قوادی متهم کرده اید، به قول معروف به دیوسی متهم کرده اید. آقا جان، چطور جرأت کردی که در جامعه تشیع، در جامعه مسلمان، در بین این هزارهای مظلوم خاکساران دینی و مذهبی که همیشه سرشون پایین است و حرفای شما را میگن به چه آقا مؤمن است که ما رو فوش میده، ما رو بد میگه، چون که هر کس که اینا رو بد بگه اون میشه مقدس، هر کس که اینا رو خوب بگه اون آدم بدی میشه. خب وقتی که میگن 960 فاحشه‌خانه در دشت برچی هست، یعنی تمام مردم رو متهم کرده. خب معلوم نیست که این فاحشه‌خانه اینجا بوده اونجا بوده، در کل سراسر دشت برچی دیگه، گفتن در غرب کابل بوده. خب همه رو متهم کرده. پس تمام ملت را متهم کرده و قذف کرده، به اینها تهمت زده. بر اساس دستور قرآن کریم آقایان گوش کنید، چون مردم را قذف کرده، چون مردم را متهم کرده، چون مردم را متهم به فحشا و منکرات کرده، به اینها نسبت زنا و لواط داده، بنابراین خداوند گفته که این آقا سید را 80 ضرب شلاق بزنید. این حد است آقا. در دین ما، در قرآن ما 4 تا حد وجود داره، 4 تا مجازاتی که باید اجرا شود. یک حد قذف، همین کاری که آقا سید کرده. دوم حد زنا است. سوم حد سرقت است. چهارم هم حد محاربه است. ما غیر از این 4 حد دیگر حدی در دین نداریم. بقیه‌اش هرچی آخوندا گفتن دروغ گفتن، از خودشون بافتن. به هر حال آقایان، بر اساس آیه 4 از سوره نور، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربع شهداء فجلدوهم 80 جلده. هر کسی که دیگری را یا دیگران را متهم به فحشا و منکرات کند، انسانهای پاک دامن را تهمت فحشا بهش بزند، این آقا در دم باید 4 نفر شاهد عادل را ارائه کند. بگوید که من 4 نفر شاهد دارم که مردم دشت برچی این کارا را میکردن و بعد هم این 4 نفر همهشون با چشم خودشون اون عملیات زنا و لواط را دیده باشن. به قول علما کلمیل فی المکحله، مانند این میله سرمدان، میله سرمه که به چشمت میکشی در داخل سرمدان میکنی، آقایان علما میگن که باید شاهدا با چشم خودشون دیده باشن که این میل کل مکحله در داخل سرمدان شده، اینطوری دیده باشه، یعنی عمل جماع را عیناً دیده باشد تا بعد شهادت بدهد که بله این سید مزاری منافق راست میگوید. چنین شاهدی در دشت برچی نیست و این آقا هم چنین شاهدی اقامت نکرده است. وقتی که شاهد نبود، بلا فاصله فجلدوهم 80 جلده. این آقای منافق، این دروغگو، این حسود، این فاسد، این شیاد را 80 ضربه شلاق بزنید. خب حالا اگر خودتون میتوانید که بله نمیتوانید، به حکومت مراجعه کنید، شکایت کنید، دادخواست بدید. شما هر نفری که در دشت برچی بوده اید و خانه دارید حق دارید که این شکایت رو مطرح کنید. هر 10 نفر 100 نفر هر چی که هستید هم میتوانید دست جمعی و هم میتوانید انفرادی شکایت کنید، چون که شما را قذف کرده، تهمت به شما زده است. قذف یعنی نسبت بد دادن به انسانهای پاک. چه کسی پاک است آقا؟ چه کسی محسن است؟ چه کسی پاک دامن است؟ پاک دامن و محسن کسی است که وقتی بهش بگی که تو مثلا این کار بد را میکنی، اون ناراحت شود، انکار کند، بگه نه خیر من نمیکنم. این رو میگوین که این پاک دامن است. شما نمیتوانید بری لوح محفوظ خدا رو بخوانی که کی پاک دامن است که پاک دامن نیست. همین که شخص را وقتی میگی تو این کار باشی ناراحت میشود و این کار میکند، این پاک دامن است. کل جامعه ما، کل مردم ما، همه مردم کابل، همه مردم افغانستان، همه مردم ایران، اینها پاک دامن هستند. چون که ما یک اصل داریم به نام اصل براءت.
یعنی هیچ کس گناهکار نیست، هیچ کس فسادکار نیست، هیچ کس مثلا فحشا و منکرات انجام نداده است مگر اینکه در دادگاه صالحه عادلانه پس از محاکمه عادلانه ثابت شود و دادگاه رأی بدهد که این آقا یا این خانم مثلا مرتکب فلان عمل شده. تا این زمان همه انسان ها پاک هستند و پاک دامن هستند، کسی حق نداره اونا رو متهم کنن. خب عزیزان، افترا و ما در عنوانهای مذهبی یکی تهمت یا افترا داریم، یکی هم غیبت داریم. خب اگر کسی مثلا یک کار را کرده باشد ولی وقتی به خودش بگی که تو اون کار را کرده ای ناراحت می شود، حالا اگر شما در جای دیگر این حرف را بزنی پشت سرش بگی فلانی مثلا قدش کوتاه است، خیلی خوب، در واقع قد او کوتاه هست، ولی از این که به او بگی قدت کوتاه است ناراحت می شود. پس اگر در جای دیگر شما پشت سرش گفتی که فلانی قد کوتاه است یا فلانی زشت است یا فلانی سرخ است یا فلانی بدگل است، این غیبت است. اما اگر اون شخص این کارو نکرده باشد، این عمل در اون نباشد، شما بهش بگید نسبت بدید، این تهمت است. تهمت که در بعضی از روایات به عنوان فتنه حساب شده، قرآن میگوید که الفتنه اکبر من القتل. فتنه اگر منظورش همین مثلا تهمت زدن باشد، میگن که تهمت زدن بزرگتر از کشتن است. ولی وقتی که شما یک کسی را تهمت میزنی، آبروش میبری، یعنی در واقع او را، شخصیتش را میکشی. تو هم مثل طالبان هستی، تو تروریست هستی. تروریست یعنی کسی که آبروی دیگران را میبرد، شخصیت معنوی دیگران را میکشد. پس چون سید مزاری نسبت به مردم دشت برچی، مردم غرب کابل تهمت زده، این آقا تروریست است، این قاتل معنویت و شخصیت مردم است، قاتل آبروی مردم است. این آقا باید مجازات شود. امام صادق علیه السلام فرمود که غیبت آن است که در مورد برادرت اون چی را بگویی که او دوست ندارد. در واقع هست همونطور، مثلا ریش ندارد، مثل من ریشش کم است یا دماغش کوچولو است، بزرگ نیست. وقتی شما به من بگی که فلانی اینطور است، بدگل است، من ناراحت میشم. همین چیزی را که در من هست ولی شما برید پشت سرم بگویید، این غیبت است. به منزله این است که گوشت مردار را خورده باشی، برادر خودت را مرده و جنازه اون انسان را خورده باشی. امام صادق علیه السلام گفت که غیبت اون است که در مورد برادرت اون چرا که خدا پوشانده بیان کنی، و بهتان، تهمت آن است که اون چی در اون نیست را به اون نسبت دهی. مرحوم شیخ صدوق به سند خود از امام علی علیه السلام نقل کرده که در ضمن موعظه های خود به نوفو بکالی، نوفو اسم یک شخص، بکالی هم لقبشه، نوفو بکالی شامی گفت که از غیبت دوری کن. آی نوفو، از غیبت دوری کن، زیرا غیبت غذای سگهای آتش است. ای نوفو، دروغگو است کسی که فکر می کند حلال زاده است در حالی که گوشتهای مردم را با غیبت کردن می خورد. ببینید آقا، اگر این روایت درست باشد، صحیح باشد، امام علی گفته باشد که آقای نوفو، دروغ می گوید کسی که مدعی حلال زاده بودن باشد اما با غیبت کردن و بدگویی کردن از دیگران گوشت اونها را بخورد، آبروی اونها را بریزد، این آقا حلال زاده نیست. ببین در متن روایت اومده که نوفو جان، دروغگوست کسی که فکر میکند حلال زاده است در حالی که گوشتهای مردم را با غیبت کردن میخورد. در روایت دیگر از پیامبر اسلام نقل شده است که فرمود کسی که فرد مسلمان را غیبت کند، پشت سرش بد بگوید، روزش باطل است
وضویش شکسته شود و در قیامت در حال محشور می شود که از دهانش بوی بدتر از مردار به مشام می رسد، به طوری که اهل قیامت از بوی بدی دهان این سید در عذاب می شوند. این آقا سیده مگم ما نژاد برتریم؟ بابا گداهای هندی اومده بر ما خودشونو غالب کردن که ما سید هستیم. خیلی خوب سید باش، یعنی عرب باش دیگه. سید یعنی عرب. خیلی که معنی خوب کنی سید یعنی عرب. خب عرب با ما چه فرقی میکنه؟ خب عزیزان، این سید اگر فرض میکنیم که راست گفته باشد که در دشت برچی مفاصلی بود، من نه با این کیفیتی که این آقا گفته مطلقا تهمت است و دروغ است. حالا اگر فرض میکنیم که این آقا یک چیزایی را خبر داشت، فهمیده بود، گفته بود، خیلی خوب، اگر راست باشه در این صورت غیبت کرده. اگر دروغ باشه تهمت زده. اگر تهمت زده باشد تهمت بالاتر و بزرگتر از قتل است. تهمت مجازات قذف دارد که باید همین آقا 80 ضربه شلاق بخورد. این آقا باید خلع لباس شود. این آقا باید زندان برود. این آقا باید تبعید شود، سرکوب شود، از جامعه بیرون شود. برای چی شما میای یک چند صد هزار نفر را در غرب کابل متهم به فحشا و منکرات، زنا و لواط میکنی؟ یعنی چی آقا؟ خب اگر بر فرض میکنیم که راست گفته باشد در این صورت غیبت کرده است. قرآن میگوید که در سوره حجرات آیه 12 یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، ای مسلمانان از بسیاری از سوی زنها پرهیز کنید. وقتی خدا میگوید که اجتنبوا من الظن یعنی از گمانهای بد دوری کنید، دستور خداست، تو باید دوری کنی. اگر باز هم سوی زن رو به کار میبری یعنی تو حرف خدا رو گوش نکردی، پس کار حرام کردی. قرآن ادامه میدهد که ان بعض الظن اسم، بسیاری از گمانها گناه است، تعدی به حقوق دیگران است. ولا تجسسوا، آقای سید مزاری تو در حال مردم تجسس نکن. چرا تو در حال مردم و خانواده های مردم و زندگی مردم تجسس میکنی؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، شما حق ندارید که غیبت دیگران را بکنید. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی، این آقا متن قرآن ها، سوره حجرات آیه 12. آیا دوست دارد یکی از شما که مردار برادری خودش را بخورد؟ یعنی یک کسی مرده باشد و این آقا برد از گوشت اون مرده بخورد. غیبت کردن به منزله مردار خوردن است از گوشت برادری. قرآن میگوید ایحب، آیا دوست دارد احدکم یکی از شما که یأکل لحم اخی، گوشت برادری خودش را بخورد؟ پس غیبت کردن به منزله مردار خوردن است. آیه دیگر، آیه 23 از سوره نور میگوید که ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم. کسی که محصنات رو رمی میکند، یعنی همین انسانهایی که معمولی هست و از متهم شدن خوششون نمی آین، اینها همه معصومن، پاک دامن هستن و درست هستن. این آدم ها رو اگر تو متهم به فحشا و منکرات کنی، اون وقت چی میشه؟ لعنوا فی الدنیا والآخره. این آقای سید نقیب و امثال سید نقیب ملعون دنیا و آخرت است. ولهم عذاب عظیم، اینها گرفتار عذاب دردناک خداوندی خواهند شد. سوره دیگری از قرآن را، آیه دیگری از قرآن خدمتتون عرض کنم، آیه 19 از سوره نور. ان الذين يحبون ان تشع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. منافقان و همین کسانی که غیبت میکنن، الذین یحبون ان تشع الفاحشه، اینها کسانی هستند که فحشا و منکرات رو تبلیغ میکنن، بیان میکنن، توضیح میدهن، علم میکنن، در مطبوعات میبرن و فریاد میزنن که های بیایی که در دشت برچی 960 فاحشه‌خانه رو من پیدا کردم، 300 تا هم کلیسا رو پیدا کردم.
این آقا جان مصداق همین آیه است که شما دوست دارید ان تشع فاحشتن، فاحشه را، بدی را، زشتی را تبلیغ کنید، علم کنید، مطبوعاتی کنید. بر فرضم که باشد شما حق ندارید، در حالی که شما تهمت میزنید و دروغ میگویید که اگر میبودم شما حق نداشتید که چنین حرفایی بزنید. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. کسانی که مؤمنان را اذیت میکنن، به اینها حرفای بد میزنن، روح و روان اینا رو مکدر میکنن. والذین یؤذون المؤمنین، کسانی که مؤمنان را اذیت میکنن، بغیر ما اکتسبوا، بغیر اون چیزی که انجام دادن، فقط احتملوا، احتمال فقط دادن، بهتانن و اسما، این کارشون بهتان است، تهمت زدن است، اسم از گناه است. پس بنابراین آقا، این جناب آقای سید مزاری که خودش عالم دینی میدانن، میدونید که بارها در دشت برچی دست این آقا به خون بچه های ما آلوده است. چرا؟ چون که در مکتب مهدی موعود که این آقا بود، بچه های ما در اثر انفجار تارومار شدن، چند نفر کشته شدن. بعد در کاج هم طوری که من شنیدم، کاج هم مال همین آقا بوده در جای مهدی موعود، که در مکتب کاج هم تعداد زیادی از بچه های ما شهید شدن، کشته شدن. اما چرا از خانواده این آقا کشته نشده؟ در حالی که خودش رئیس بوده یا مسئول بوده، خانوادهش اونجا بوده، چرا از اینا هیچ کس کشته نشده؟ پس شک نمی کنید که این آقا در قتل ما حتی مستقیما دخالت دارد؟ خب پیامبر اسلام فرمود که من بهت مؤمنا او مؤمنه او قال فیه ما لیس فیه اقامه الله تعالی یوم القیامه علی تل من نار حتی یخرج مما قاله فی. اگر کسی یک کاری رو نسبت بدهد به مردم که اون کار رو مردم انجام نداده باشند، خداوند این افراد را در روز قیامت بر تل از آتش قرار میدهند که در اونجا ذوب شوند تا وقتی که از گفته های خود پشیمان شوند و برگردند. به هر حال دوستان، این آقای سید مزاری و امثالش، حتی اون آقای سید بلخابی که بود در زمانی که مثلا این آقای کی بود که با طالبان درگیر شده بود، به هر حال تبلیغات میکرد و بعدش هم آمد رسما از گروه طالبان دفاع کرد و تبلیغات کرد، سخنرانی کرد، گفت بهترین حکومت اسلامی برپا شده، بیایید که در خدمت نظام اسلامی باشیم. حتی گفت که این نظام شبیه نظام پیامبر اسلام است. و این آقا که بارها سخنرانی کرده است که بیایید در خدمت طالبان باشیم، حکومت طالبان حکومت پیامبر اسلام است، حکومت اسلامی است، میگن 1000 برابر از حکومت جمهوری سابق است. بعد همین آقا شما رو متهم به شرک و ارتداد کرده. آقایان، قومای عزیز، مردم شریف ما، شما میدانید که در دشت برچی در غرب کابل بارها انتحار و انفجار شده، در بیمارستان، در مدرسه، در آموزشگاه سید الشهدا، در کاج، در مهدی موعود، در خیلی جاهای دیگر. تمام مردم ما مجروح و مصدوم هستند. بچه هایشون از دست دادن، مثلا سرپرستشون از دست دادن، عده زیاد از اونها معلول و مجروح شدن. چنین کسانی که واقعا جراحت های عمیق روحی و معنوی دارن، اینها نیاز دارن که بشینن، گریه کنن، عزاداری کنن، دعا بخونن، نیایش کنن. مسلما در دشت برچی به دلایلی که امنیت زیاد نبوده، این مردم، مخصوصا این مادران و این خواهران ما، در خانه خودشون حسینیه برپا کردن. اونجا می نشستن گریه می کردن، اونجا می نشستن دعا می کردن، ختم می گرفتن، با خدای خود راز و نیاز می کردن که خدای ما را از شر این فاسدان و جنایتکاران نجات بده. این طبیعی است آقا. ملتی که در رنج است مثل مردم غرب کابل، اونها جز پناه بردنی به خدا و دعا کردن و نیایش کردن و گریه کردن کاری از دستشون نمی آید.
پس قهرن در دشت برچی تعداد زیاد حسینیه خانگی بوده، جایی که دعا میخواندن، ختم اجرا میکردن و نیایش میکردن، مصیبت داری میکردن، برای بچه های شهیدشون گریه میکردن. اما این سید نانجیب، این انسان بی همه چیز، حسینی های شخصی شما را، اون بیت اللحظان شما را با عنوان فاحشه خانه معرفی کرده. همون بیت اللحظان های شما را، همون جایی که شما دارید با اشک و ناله و داد و فریاد با خدا دارید التماس میکنید، برای بچه هاتون ناراحتید، قلبتون پاره پاره میشود، شما را، اون حسینی های شما را کلیسای خانگی معرفی کرده. میبینید قومای عزیز، تا کی دستشون میبوسید؟ تا کی خمس و زکات میدید؟ تا کی حمایت میکنید؟ تا کی آقا بالا سریتون هست؟ شما مردم اصلا چرا نمیفهمید؟ خب یاد نمیگیرید؟ بابا این خیلی سخت است دیگه، چرا یاد نمیگیرید؟ شما یعنی همین ماری که در آستین شما هست که هر روز و هر شب و هر ماه شما را نیش میزنند، بازم که شما توجه نمی کنید. همه شما را این آقا متهم به ارتداد کرده. گفته است که شما 300 تا کلیسای خانگی دارید، یعنی حداقل چند هزار نفر شما مسیحی شده اید. حالا هر کی که طالبان میخواد بکشد میگن مسیحی شده بود. اون آقای سید گفت عالم شما عالم شیعه است، با یک منریش و با چی و مثلا با حمایت جمهوری اسلامی و با این مؤسسه تبیان و با اون هفته نامه فریاد عاشوراش در مشهد و این دشمنی های سابقه دارش با هزاره ها، همه میگن که بله این آقا سید گفت که شما مسیحی شده اید، ما شما را کشتیم. جاده صاف کردن است، شما را به کشتن دادن است، توجیه کردنی برای مرگ شماست. از این بالاتر هم چیزی میخواهید؟ خب عزیزان، چون بحث طولانی شد، من دیگه عرایزم را ختم میکنم و خلاصه کلام از شما عزیزان میخواهم. آی مردم عزیز، آی مردم هزاره، آی شیعه ها، یک، دست سیدا را نبوسید. شما را به حضرت عباس دیگه این کاری غیر مشروع، ناصحیح، نابهنجار رو انجام ندهید. در هیچ کشوری، حتی در ایران که مرکز دینی من و تو هست، امونجا که دست کسی را نمیبوسه، در نجف نمیبوسه، در ترکیه نمیبوسه. در ترکیه خیلی اوقات کسی که دست کسی را ببوسه، یک هنرمند میره دستی مثلا اون زن مغنی را بوس میکنن. کسی در دنیا دست کسی را نمیبوسه جز من و توی کوهی که این رسم را بر ما اجرا کردن. دست سید نبوسید، به سید خمس ندید آقایان. ببینید، من صدها بار است که به شما گفتم که آقایان، در اسلام، در شریعت اسلام خمس تشریع نشده، اصلا وجود ندارد. ما یک آیه در قرآن داریم، آیه 41 از سوره انفال که مربوط به خمس غنایم جنگی است، که اگر شما در جنگ رفتید، از اونجا پول، ماشین، شتر، الاغ چیز را غنیمت گرفتی، بعد 4 قسمتش مال خودت، 1 قسمتش، 1/5 به خدا و پیامبر و شهدا و معلولان و مثلا فقیرا و اینا بدید. خب این خمس اختصاص دارد به غنایم جنگی در زمان ما که جنگی با اون شرایط نیست، بعد غنیمتی نیست. اگر غنیمتی باشه دولت ها میبره، هزینه ها رو هم دولت ها انجام میدهد. پس ما غنیمتی نداریم، پس در زمان ما غنیمتی جنگی وجود ندارد، خمسش هم نیست. و اما غنایم، خمس ارباح مکاسب که ما کار میکنیم، کارمند میشیم، تجارت میکنیم، حمل و نقل میکنیم، تاکسیرانی میکنیم، هر کاری دیگری که میکنیم یا ارث و میراث میرسه به ما، این اموال ما خمس ندارد و در اسلام چنین خمسی تشریع نشده. پیامبر اسلام این خمس را نمیشناخت، علی مرتضی نمیشناخت، فاطمه زهرا، حسنین نمیشناختن، خلفای راشدین نمیشناختن، امامان ما هم حتی نمیشناختن، هیچ امام خمس نگرفته. بعد که امام ما غایب شده، 4 نفر آدم زرنگ پیدا شدن که های بیایید پول بدید و چطور کنید. پس دوستان، خمس ندهید، چون خمس دادن حرام است، خمس دادن تشریع است، خمس دادن بدعت است، خمس دادن دروغ است، خمس در دین ما نیست. چون خمس نیست، عده‌ای اومده یک کلاه سر ما گذاشته، بس است دیگه. شما خمس رو میخوای بدی به این آقا که این آقا چاق و چله شود، بعد هر روز تو سری تو بزنن.
اینا پولش تأمین باشد، هر جا برود، هر جا بیاید، در هر جلسه شرکت کند، حرف بزنه، سخنرانی کند، بعدش تو سری تو بزنه، تو رو بگه تو فاسق هستی، تو زناکار هستی، تو لیوادکار هستی، تو مثلا مسیحی شده ای، تو یهودی شده ای، فلان و بهمان. چرا این کار میکنید دوستان؟ بسیتون نیست؟ خب عزیزان، سادات قومشون جداست، نژادشون جداست، راهشون جداست، خیلی خوب هر کار میکنن بکنن، ما به اونا کاری نداریم، ولی مطلقاً به اونها باج نمیدیم، نه دختر میدیم، نه خمس میدیم، نه دستشون میبوسیم، نه کار به کارشون داریم. این کار عاقلانه و عادلانه است و ما باید به این مسئله توجه کامل و جدی کنیم. خب آقا این بحث ها زیاد شد، بعضی چیزها هم شاید زیادتر گفته شد، اما امیدوارم که دوستان ما توجه کنن. انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون.